نداریم. ما بغیر از ما از کسی جای ترس نداریم. ما ملتی از همه قرآن هستیم. یکی از ملت‌های قرآن‌ترین سیاره زمین هستیم. صد شکر ما خودمون احترام کرده رو آموخته‌ایم. وقتی که انسان خودش احترام میکند بعد باید درک میکند که دیگران رو نیز باید احترام کرد و همزمان سوبیکت احترام دیگران گردد. من بسیار از همتون خواهش میکنم با فرهنگ بلند باز میگم پدر و بابای ما و شما من بیهوده در برآمدم نگفتم که اساسگذار ادبیات کلاسیکی تاجیک اصل نو رودکی بابای ما و شما تنبول از ولایت سوق از شهر پنجکن سچکولی خداوند از ما بود پس میموند یا در سرزمین امروز هم هست 858 سال با دنیا آمد 941 دنیا ترک کرد بعضی افکار دیگر اسرار دیگر است من گفتم که همون وقت با شعاری بزرگی ما گفته است که هر که ناموزگار روزگار هیچ ناموزد زیج آموزگار یا خود هیچ دوستی نیست در این جهان بهتر از دیدار روی دوستان با همه ملت ها دوستانه رفتار کردند بعضا با سخنهای مستفیده هست که آدم اگر در شهر رفت که همه با یک چشم نگاه میکرد شما هم حرکت کنید که یک چشم مانند همه کنید که از دیگران خودمون بالا نگیریم و هیچ وقت ما نمیگذاریم که ما پس هم پایان گیریم آداب نسختی از یک دیگر رحمت گفتن در کار اگر روسیه نباشد چی کجا میریم یگان تا ما و شما نه عربستان سعودی رفتنی نه یگان دولت دیگر رفتنی هممون همین ما فهمیدیم که شما باید درست فهمید ما در یک دولت بودیم اگر ما کمبودی داشته باشیم کمبودی شما هم هست من گفتم زیرا تاسیس یک جای کاری بیش از $5,000 تاجیکستان اصلا از سال 2000 بی‌واسطه با بنیادکاری و سازندگی و آبادکاری آغاز باشد برای چی 27 سال 97 سازشنامه امید درباره استقرار صلح و رضایت جمعیتی ما در مسکو به امضا رساندیم امضای جناب عالی پرزیدنت مملکت خدا رحمتی سید عبدالله نوری و میریم نماینده اون لیکن با 26 فوریه سال 2000 همه میدونیم بعضی 10 لطف پیش نزد رحمتی نوری میرفتن و سگیرن بعضی با دیگر جا میدونیم انا بعد از اینکه انتخابات 26 فوریه سال 2000 با وقوع پیوست پارلمانت دو پالاتگی تأسیس یافت مردم امید شکن که اکنون همین مسئولیت رو به ذمه جناب رحمانov و کمانده وی گرفت یعنی دیگر کمیسیون مشاوره ملی از بین رفت دیگر اپوزیسیا گفتگی در ما نیست بسیار خواهش میکنم همه ما تاجیکستانی بعد تاجیک از کدام مناطق نباشد برادر باشه خواهر باشه دوست باشه ما با یکدیگر جنگ جدال میکنیم ما زبان یکدیگر را نمیفهمیم دیگران با ما میخندند دیگران ما تگی پا میکنند دیگران ما میگن که اینا که با خود یک همدل همراه همکار نیستند چرا ما اینا را احترام کنیم این کار را باید که در مسکو نباشد دیگر تاجیک‌ها هم فهموندن در کار یگان دولت دنیا با قدرت نمیتواند که تمام مردم در مملکت خودش با جای کاری که با طلبات مردم جایگزین باشد تامین سازد نیست این دولت بیاید که در دوشنبه ما امریکاییش هم اومده کار کرده است ولیکا بریتانیاش هم اومده کار میکنند خیتاییش هم دیگرش هم در خود همین روسیه هم ترکو هست دیگر هست وسط شکل استقلالیت که امروز تاجیک‌های ما در تمام دنیا کار فعالیت میکنند فرزندان ما میخوانند ما اول آخر سپاسگزار باید که خدا را باشیم تنها خدا مالک است من در برآمده رسمی گفتم در روسیه از منبر بلند که یگان دولت حقوق ندارد دولت دیگر با دیکتاتور کند مالک طور در قرآن کریم آمده است تنها آفریدگار خدای تعالی است آنچه که در آسمان ها هست آنچه که در زمین است آنچه که در بین دو هست همه این با مالک آفریدگار خدای یگانه است تنها خدا میتواند که مالک باشد دیگر یگان دولت من گفتم شما خطا میکنید دولت‌ها با خرد و بزرگ تقسیم میکنید نه این بفرهنگی است همه انسان رو خدا آفریده است فرقش بود دوره که ما پیشرفت بودیم امروز ما در این سطح دیگران در وی سطح لیکن ما باید فراموش نکنیم که ما فرزندی اول آخر یک آفریدگار داریم
یک خانه داریم سیاره زمین اون قدر وسیع نیست با وسیله اینترنت بینید دیروز چی گپا گفت ولادیمیر در برای همه ما علاقه میدونیم با ما چی میگن ما میدونیم ما چی میگیم اونا میدونن اینترنت دنیا را خورد کرده است از یک نگاه از دیگر نگاه اگر هر یک ملت هر یک دولت خصوصیتی به خود خاص نداشته باشد فرهنگی خودش نداشته باشد گرچه که امروز فرهنگ به دولت‌ها تقسیم نمیشه باید که اما برخوردار باشد انا با این خاطر اومدید هزار رحمت از دست من چی اومد همین راهبریتی مسئله را گفتم مرودلی نیستی خیلی شاهد یک تلفن خطی من اتزوات کردم $100,000 که برای 3 شبانه رو از شما میگرفتم به پول همینجا حال کردن دادم همچون یکی از راهبرای جمهوری این وظیفه من است لیکن شما گمان نکنید که بعضیش واهمه کرد من گفتم همش دعوت کرد در واقعی با من کدومی که قهرمان است گروه است یاری اپوزیسیا است دعوت کرد من خودشون هم صحبت شدم زچستوی اپوزیسیا نه همون انسان‌هایی که امروز دولت تویسان تحقیق میکرد نمک تویسان باید پر میکرد من گفتم یگان خواه با امید نشود که استابیل چی میشود آرامی جامعه ما را صلح و ثبات آرامی ما را خلالدار شده شخصا امید شدید ما 2-3 نفر از روز اول اینقدر جان کردیم اینقدر مهنت کردیم ما هم رنگ شو میتونم که بیزنسمن شوم روزی خودم هم میگذارم سرچشمه پروردگار فرزندم هم میدونم که همش دیپ اکادمی و ماگیستر و کاندیدات نه روزشون هم میومد لیکن هر یک انسان سمبل تاجیکستانی در این مرحله باید که ناموس داشته باشد همه ما شکلا یکی نیستیم جامعه ما شما یکی نیست من تجربه شما نداشته باشم شما تجربه ما رو نداریم ما حیات مجبور کرد که چقدر از بین کشتن سوختن بحث موضوعات گذاریم برای همین ما تاجیکستان خودمون رو دوست نداریم همه ما با تاجیکستان زنده ایم برای تاجیکستان توزیع هستیم خداوند نصیب کرد از روی ویژن ایمان مهنت میکنیم نظارتچی هر یک انسان بعد از خدا خودش ایمانش وجدانش قلبش هر یکی ما کی هستیم یک دیگر نگاه میکنیم بعد از خدا و خودمون دیگر رو کم میدونیم زبان خدا داده است انسان لیکن بعضی انسان زبانش دیگر عملش دیگر شما به امیدی زبان بازی بعضی بی وجدان ها بی فرهنگ ها کورنمک ها قوی شود نشوید نروید ما گفتیم نمیگذاریم که یگان قوه با روی غیر کنستیتوشنی حاکمیت را غصب کنند خوابش رود در آب گوید نیست نمیشه طوری که ما هستیم برای چی؟ برای ما اون پکرین هستیم که امروز نامدیم از روز اول تا به امروز مرحمت کسی سواد دارد قابلیت دارد جامعبینی دارد مفکوره دارد رود حزب میکند حرکت میکند با روی دموکراتی مردم باید انتخاب کرد نصیب کنند از اون که ها وای میکنیم نامعقول کرده نمیمونیم این نکنیم فهمو شما دلپور باشد کار کنید میگرانت مهاجرت مهنتی این کاتگوری این پروسس گلوبالی است من گفتم رقم‌های 5 سال پیش 241 میلیون انسان در جهان در حرکت است بار یگان دولت نیست ما میخوایم در دولت کار کنیم چی رحمان گناهگار عبیدالله گناهگار نه من اینو گفتم برادر ما در حیات شما بودیم شما ما همچون سیروی پرداتی که اسلام بردیم جای کاری تاسیس ندادیم در 10 سال در 14 سال سچگو که اون چیزی در ما شد به یگان در بعضی دولت در 10 سال نشد مسکو 870 قریب 900 ساله میشه ما و شما صاحب اختیاریمون از سال 91 ساختیم 23 سال شد من شما بیهوده رفتم از فوریه 2000 می ساختیم وقتی که دو حکومتی از من رفت کار مسئولیت رو برد بود در 14 سال اگر شخصیت رحمان نمی بود مرکز با سود پیوسته میشد مرکز با بدخشان پیوسته میشد جنوب پیوسته میشد همه ما هم که تقسیم کرده دشمن یکدیگر کرده ما بازی میدارند بنابراین ما بزرگیم برای اینکه خدا داریم برای اینکه صاحب دولت هستیم ها کمبودی ما داریم به کمبودی کی است لیکن من باور دارم که رهبریت امروزه با سوره شریفش مخصوصا رهبر دولت تمام قوت و غیرتش برای بهبودی جامعه روانه میکنه من گفتم باز تکرار میکنم در یگان دولت بعد از خدا از رهبر دولت دیگر کس دولتش دوست نمیداره بید پوتین ولادیمیر چقدر
امروز دولت چقدر نگاه داشته است. وقتی من گفتم که ما جانبدار پوزیسیا رسیم چه من در نظر دارم در دنیا باید که ملگاپایاری میر باشد پلورالیسم سیاسی باشد بجز از خدا یگان دولت بر قدرت حقوق ندارد دیگران زیر پا کند ما گفتم حقوق خودمون داریم راه خودمون داریم قسمی جامعه جهانی فعالیت میکنیم از جامعه جهانی بهترینش میگیریم توانیم یگان قسمت یکی خودم میتونیم از دنیا بیرون نیستیم بزرگان گفتگی است که دست با کار و دل با یار یار کیست پروردگار همه وقت در زبانتون الله باشد تکیه به خدا کنید به همه چیز میرسید شد سلامت آمین